بابای بسیار عادیه و رفتارهای خیلی جالبی داره. یعنی با هر درجه سرد شدن هوا یک شلوار به زیر شلوار بابای من اضافه میشه. یعنی شما پایین تنه رو ببینی شبیه پیاز می‌بینی. شما ایشونو ببینی پایین تنه رونی کلمنه، بالا تنه بیژن بنفشه خواه. که عادی نیستی شما سس یه ذره ته ظرف بمونه چیکار میکنی؟ میندازیم روش. ما نمیندازیم روش. ما میایم سالاد میریزیم توش، اونقدر قاطی میکنیم یعنی از تک تک مولکول‌های اون سس ما استفاده. همین حرکت رو تو همون با شامپو اون قطرات آخرین ریز میاد چقدر حال میده. بعد که فکر میکنیم تموم شده آب میریزیم توش کف میکنیم. بعد هی آب میریزی کف میکنیم. یه جا دیگه فکر میکنی امکان نداره کف کنه، بازم کف میکنه. اونجا خودت هم کف میکنی.